من میخوام بگم کفترباز یا کبوتردار هنرمنده، دانشمنده یا ورزشکاره؟ هم هنرمنده، هم ورزشکاره، هم دانشمنده. چرا؟ این دانش این کبوتر خودش یه بحث بسیار دامنه‌داری داره. هنرمند از جهت رنگ آمیزی که شما کبوتری درست میکنی، از جهت رنگ و نقش و اینا، این هنر شماست. مسئله ورزشکاریش هم که 100% شما باید، چون من خودم سالها کشتی میگرفتم، از جهت آناتومی و بدنسازی باید علم آناتومی شما داشته باشی که بتونی تابستون با این پرنده زندگی بکنی. یه اشتباه بکنی، 2 ساعت آب بهش دیر بدی، یه شب دونشو کم بدی یا زیاد بدی، این پرنده صدمه میخوره. پس باید شما علم ورزشی و آناتومی و بدنسازی داشته باشی تا بتونی با این پرنده زندگی کنی.